واقعا شرمندم، واقعا شرمندم، متاسفم. I'm so sorry. من واقعا از شما عذر میخوام. اسباب کشی کردیم. اگه اسباب کشی نکرده بودیم که الان من تو استودیوم نشسته بودم این ادا اطفال رو در، ولی اسباب کشی کردیم و استودیوی من گم شد. اون دو تیکه که پرده بودی که آکوسیونا گم شدن و حدود 1 ماه بعد پیدا شدن بعد از اسباب کشی، که یعنی میشه 2-3 ماه پیش. ولی نجدم من خیلی کم کاری کردم. الانم واقعا نمیدونم به چه دلیلی اینجا نشستم و دارم با تو حرف میزنم. واقعا نمیدونم. نشستی چرت و پرت بگی دیگه، مثل همیشه بقیه رو مسخره کن. لا دهنتو ببند، دهنتو ببند و برو بشین کتاب بخونید بچه. نه که خود خفه شو، فقط خفه شو. خب داشتم میگفتم نمیدونم داشتم میگفتم مدرسه ها شروع شدن، باز این هرج و مرج و باز این درس خوندن و باز، البته چون من فنی فی رفتم رشته فوتوگرافیکه و چیزی که عاشقش علاقه دارم بهش، واسه یه مقداری حالا درسا اومد کاش پیدا کرد درسای عمومی ریاضی راحت‌تر شده، ولی همون گندیه که بود هست و خواهد بود. ولی عربی هم هست هنوز با فکر کنم 50 صفحه 40 صفحه اما خب در عوض یه سری کتابای دیگه هم اضافه شدن. شیمی اضافه شده، بعد عرضم به حضور شما مطالعات اجتماعی حذف شده، ولی در عوض اون چیزه الزامات محیط کار. حالا من واقعا نمیدونم قرار من نظر بدم راجع به کتاب ها اینجا یا قرار چی بشه. قرار فقط زر بزنیم. برسیم بچه ها. نجدی دارم یه سبک جدید رو امتحان میکنم برای ویدیو ساختن. قبلا هم امتحان کرده بودم این سبک رو برای شبیه سازی فیلم تنت و اون شلیک شدنه و برعکس شلیک شدنه و این چیزا، مثلا 2 شخصیتی کرده بودم کنم، ولی الان زحمت ندادم لااقل این کلاه رو بردارم چون حوصله ندارم مواموشونه کنم. خلاصه داشتم حالا در مورد هم کتابای فنی حرفه‌ای صحبت می‌کردم واسه اون برادرای عزیز و خواهرای عزیزی که جای فنی حرفه‌ای یا کار و دانش رفتن توی رشته‌های انسان چیز. همون یادم رفته چی بود. یادم رفت همون انسانی، ریاضی و بعد میای منو چیز بود. منو مسخره. چه جالب، من از این طرف رو نگاه کنم شما اینجایی بچه ها گرم کبابیش راست بگیم به خدا. صدامو میشنوین بچه ها؟ آها میکروفون وصل نکردم چون اینجا نمیشه میکروفون وصل. لااقل یکم بستن بشین. خب باز کلم میخوره به سر. من بود درست کن. بعد الان بعضیا میگن که من خود درگیری دارم میکنم. نه عزیز من سناریو اینجا کاغذ گذاشت. نه حقیقتا کاغذ نذاشتم، ولی این کارهای من بی‌دلیل نیست اینکه با خودم نقش بازی میکنم، چون میخوام یه فیلم کوتاه درست بکنم بچه ها. راستی یک فیلم کوتاه 100 ثانیه‌ای. نه بابا جدی؟ کسی الان با شما صحبت کرد؟ نه هیچی باشه مردک. آره خب امیدوارم تا الان تایم ویدیو 8 دقیقه شده باشه که من بتونم. من که هنوز درآمدی ندارم خاطر اینکه
خب بیا فیلم بازی کردن بچه عالی بود. نه روانی کردی. خیلی مزخرف بود بچه ها، ولی بازم شرمندم که سه شما ما بیده نداشتم. ویدیوی بعدی انشالله اگر خدا بخواد در استودیوی جدید خواهم گذاشت. فعلا و اینکه فکر نکنی من دیوونم، نه، اگر من دیوونه باشم دیوونم کردن، چون توی این چند وقت گذشته اعصابم یک مقداری با مشکل مواجه شد. من میخواستم قطع دیگه نخندم جلوی دندونم خیلی زرده. آخه چرا من هر شب دارم مسواک میزنم؟ ساعت 8:30 شب، جدی میگم 8:30. تا اون یکی من از خواب غفلت یا همون غفلت بیدار نشده، من برم ورم اوکی کنم. من رفتم. خداحافظ. تازه الان یادم اومد برم.